خیر رسول با وجود اون که اینقدر سرسون و سرگردان بودین طول این روز رحمت که اومدین نگفتین ما خواستیم که مردم را اصل واقعه را برسونیم تا جایی که میتونیم. شما که هموطن هستین این روزی بازبین یک کلبورا دو تا فرزند زیر پنجره چند قیتونیم کمک کنیم. خیر رسول جان تا جایی فهمیدیم هر دوش فرزندای شما هستند. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از اون برادران عزیز، فرزندان من سید اکرم و عمر جان یا هر جان از یک پدر مادر در یک تای کربخ رفته کمان شدگی. وقتی که این خبر ناخوش رو من میشنوم ای مسکو 200 کیلومتر دور طرف تلیر ده بودم. سید اکرم بچه ای مرا میلیسیونرها پولیسو دستگیر کرده حجت میپرسن. در وقت همه حجت پرسیدن بچه ای من با فکر یک دو سوالی که حقوقی داشته همه را در میلیسیونرها میتین در همین سوالی که دادگیش بچه ای من را با دوپینگه ها لط کوب میکنن. لطی کوب میکنن. وقتی که این دادرش عمر جان میبینه که اکش زده است این در ویدیو نیست، این را نگرفتن. دستی اکش شکستگی بود. همین دستای شکستگیش وقتی توب دادن در آواز اکش طاقت کرده نمیتونن. خیلی برادر ایوخی خون یک ایوخی طاقت کرده نمیتونن. همه سرنانش گم میکنه و بچه که در پولیس ها حمله کرده اکش خلاص کردنی میشود. خیلی برادرها، من در این کار فرزندم راضی نیستم. وقتی که این را شنیدم من به حد ناراحت شدم. در شهر تلیر بودم. اگر در مسکو میشتم همون زمان رسیده همونجا در حادثه به اومدم. من بچه یعنی عمرم زنگ زد که اوتا پولیسو اکم هم خلال کوب کردن. من پولیسو را زدم. من تو احمقی تو پولیس میزنی. میگه اوتا جان در آواز اکم طاقت کردن نتونستم. بعد از اون عمر جان در کوارتیر بدگیم ای کوارتیر پولیسو چرز همین کامیرا میگن کامیرا کتی گفتن که چیکار کردن عمر را در همون خانه در کوارتیر در پیش مردم در پیش هم بچه لد کوب میکنن تو آوردنش موی سراش باور کن دیگه رژیمه که بچه با یک موی خوشروی همواری داشت که من خودم بچه من نشناختم. بچه من این زدگی کندگی بچه را تا حاضر من بچه من ندیدم. در چی حالت من نمیدونم. رفتم در سلیدواتل در گفتن که همین شب بچه ها کسی کار کردن سلیدواتل رفت در حاضر نیست. با این موبایل نشان به بازار اومده است. تا حال ایداره که فرزندم خبر ندارم در چی حالت در. خیلی برادرها یک خدا فکر میکنه که این پولیس زدن. خیلی توقی پولیس زدن این گناهکاره. لیکن اکر وقتی که عذاب میتیم دادر طاقت کرد نتونسته. بچه یاشک نمایم دیول 18 بود که 18 ساله بچه یکم سال روسیه اومدگی شد. ترتیبات روسیه را خنده میدونه. باور کرد بچه هم بسیار بچه هم عبور کردم. بسیار زدم. عمر بسیار زدگیم. همین دلی خونه برآورده زدگیم شتکش کرده آوردگیم ها دل ده. التماس برادر مومن مسلمانو مرا توری بفهمین. یک خیلی در کامنتر رو بود نگن که این بچه برای چی خیل کرده است. میلیسیونرها را زده است. عبری توجگاه را پس کرده است یا این نه وای اکش هم محافظت کرده است. اهمو که وقتی که او اکش برای عذاب و دست شکستگیش فریاد اکش شنیده است خودش گرفتن نتونسته است. بچه مرا میگه که اوتا جان من گرفتن نتونسته خودم. من گفتم بچه هم هیچ جا نرم. یکان جا نرم. من تا آمدن بیست من که
تو بگریزم ترا میقپم نگریز یگان جا نرم اومد همه خونه زندگی کردگی همین کوارتیر همین پولسکی یگان میترو دیگه جدا نرفته گریختن اگر فکر گریختن میکرد بچه دیگر جهادا میگریختن یور رفیقو بدن که یور که میسازه میگریزوندن من همین چیز در ایتره اجازه ندادم فرزند من گفتم که تا همین گناه را سزاوار کده باشی بیست بچم اگر تر همین شب اگر خربیدم برایم تو همین چی را باکر اساسش خود بگو که اکم زدم دستش کستگیش لحت خوردگیش توپ دادم دود اکمش نمیدم حقیقت کردن نتونستم نمیز فارغ کردم دست یکش اون وقت شکستگی بود نه چند وقت پیش شکستگی همین دست گیپس میکنم سوز گیپس نمیشه همین دکترای همیشه کردگی و هسته او چیوش فرافکوش چیوش هسته که دست در جوش دارتگی نیست خیلی روز دیگر بودم لگم چی نشید همین در اکتم باید که دست ایسر چکنیم بود اپیرات سکرده ایسر گیپس کردن برای متقورا نمیکرد سعید رنگ یک دستش اینوالید بود یک دست اینوالید داشت کار کرد نمیتونست من چطور فرزم دست شکستگی رو مجبور کنم اصلا فرزندوی من فرزندوی خوب بودن نمازخوان بچه اسلام با خبره نه که وقتی که این کار من شنیدم من همون شب من در بچه من در تلفنش زنگ میزنم سعید اکرم زنگ میزنم وقتی بچه رو دوبین کشف کردگی تلفن اکران شکستگی مهیدش دیگه در همون عجل تا سحر زنگ میزنم همون عجل بودگی تلفن رو برداشته جواب دادن نمیتونم که کی زنگ زده روی اکران معلوم نمیشود شکستگی هست گفتم که این تلفن کار کردیست من خواتیر من فرزندم که چی شد حول فرزندم من همین گفت شنیدم دیگر من یکم تا سحر من یکم گفت نشنیدم ای کدام یک سید یک جورش کردی سرکار کرد از من چی کرد همون مرا خبر داد که عمرم قبیده برده نه عمر شدره که شده تا همون وقت نه سید شده و خدا خونی جیگر شدیم من تا اومدن الله شایده که من در چی حالت بودم اون وقت خیلی برادران این در جای بچه ای من مثلا شما یک اکر دادر میسون چینه که اکر بزنه برادر اجانش هم سر میشه در همون وقت سر بگرد همین جنایت فرزنده من همین خطر ساده کرده